سوالی دیگر، استاد جان چیزی را خوری و بعد فهمی که در ترکیبش گوشت خوک دارد، بعد چیکار کنیم در این حال؟ آیا گناهگار میشویم یا نه؟ یعنی هر یک چیزی را که برادرای عزیز شما وقتی استعمال میکنین حتما حرکت کنین که همون ترکیبات نگاه کنین، همون سستو شد، یک بارک بخونین، دیدین که یکون چیز شبه آور نیست دیگه به حضور تناول کنین. لیکن وقتی خوردین بعداً معلوم شد که در ترکیبش همین است، برادرای عزیز همون توبه را به سوی الله روان میکنین، از الله توبه میکنین که خدایا همینجا من لغزش کردم، خدایا من همینجا کمبود کردم، خدایا در شکم من مقصد از حرام چیزی رفت و فضل کرمت ببخشی، من همین را خطاان کردگیم، من همین را سهوان کردگیم. انشاءالله خدای مهربان میبخشه برادر عزیز. همین حالت در ابوبکر صدیق شد رضی الله عنه. هر روز همون یک خدمتگاری داشت، یک خادمی داشت، دائم بیگاهی ها کار میکرد در بازار، از حساب کار بازارش یک نانک میگرفت میآورد و با ابوبکر صدیق میخوردند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لیکن دائم میپرسیدش از کجا آوردی را، چیکار کردی؟ یک بیگاه میگه بسیار حضرت مقصد گرسنه بد بودن یا دلشان پر بودن که خیلی دیگر که غلام مسلمان آخی دیگر این هیچ وقت مقصد ایرای حرام چیزی نمیارد و گرفت و تناول کردن گرفت. بعدا غلامش گفت حضرت این بیگاه نپرسیدی؟ گفت چرا؟ گفت آخی نپرسیدی که این نان از کجا آمد؟ گفت برای چی سوال میکنی؟ گفت آخر من پیش ای مسلمان بودنم در دوره هایی که مسلمان نبودم من فالبین بودم، من مردم فال میدیدم. یک روز یک آدم آمد فالش دیدم ولی پول نداشت که برای حق خدمت ما بده. این روز در بازار گفت با همو وا خوردم، از همو دوره جاهلیت قرضدار بود، از دوره همو مسلمان نبودنم پول برآورد داد، به همو پول فال بینیم همین نان خریدم. ابوبکر صدیق میگه انگوش در حلقش انداخت، زور زد که پرتافتش نتونست. بیرون برآمد میگه آب میخوره، هر چنده که زور میزنم نمیبراید. میگه بعضی آدم ها گفتن ابوبکر خدای مهربان رحمت کنه پدر و مادرت، خیلی سهوان شده است، مقصد ترکش که آخی این قدر یک نالک رفته در معده چسبیدگی و جانت نبراید. ابوبکر صدیق گفت اگر جانم قطعیم نالم که براید من راضیم، به خاطری که از پیامبر گرامی شنیدم که کل جسد نبت من الحرام فالنار اولی به، هر جسدی که از حرام آب تاب بگیرد ببین وی ارزنده آتش جهنم دارد. از این لحاظ گفت من نمیخواهم که جسدی من از حرام آب تاب بگیرد. گفته همه را اخیر گردون بیرون در پرتافت. خیلی تقوای حضرت ابوبکر صدیق بود. ولی اگر شما این کار کرده نتونین توبه هم کنین الله مهربان میبخشتون برادر عزیز. سوال دیگر، بابا جان اصول دین به چند قسم است؟ اصول دین اگه وقت داشته ما کتاب فرض عین میخوندیم، بازی فرض عین هم نمیخونن دیگر، با فیلم دیگر همون کتاب هم با چشم هم نمیرسه نمیبینیمش. همون کتاب دا میگوید اصول دین برادر 8 قسم است. بگویم با تو هر یک را چی اسم است. اول توحید باشد ای مسلمان، دوم عدل است بنابر امر سلطان، مقام سومین باشد امامت، مقام چهارمین باشد نبوت، و پنجم امر معروف است بینگر، ششم را نهی منکر بایدد. همین خیلی میرفت، یعنی 8 میگفتن. ولی برادرای عزیز و گرامی
خدا رحمت کنم صاحب فرض عینم، ولی امامتی که در همونجا آمده است ببین پیش از نبوت آمد. لیکن خدا رحمت کنه دامله های ما را، این امامتی را که شاید بگیم با عقیده اهل تشیع هست، اهل سنت ما امامت هم معنا شیطری میکردن، کار آخرت را ای کار دنیا مقدم دانستن. امامت یا این خیلی تعلیل میکردن. لیکن اگر چنده که ایرا اگر همو عقیده اهل تشیع و شیعه ها را اگر بگذاری، این بسیار خطر کلا داره که اونها امام ها را اونها پیش از پیامبرها میگذارن. مقام و مرتبه امام ای پیامبر بالا میدونن. برای همین اصول دین همون آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، بینین، و البعث بعد الموت. اگر ما اصول دین گفته اصل دین میگن. اصل دین ما چیه؟ ایمان با الله، ایمان با رسولان او، ایمان با ملائکه های او، ایمان با کتاب های او، ایمان بر روز قیامت، ایمان زنده شدن بعد از مردن. اینا اصول دینن. یا اصل دین ما همینا هم برادر عزیز. ولی بین یکی از اینها را کسی اگر منکر شود، آدم ای دین بیگانه می شود. اصول دین ما برادرای عزیز همینه.